سلام به همگی، بیتی نیوز دوباره اینجاست. امروز میخوام در مورد یه مقاله جالب صحبت کنم. البته این مقاله مال 29 ژانویه، یعنی 5-6 ماه پیش، ولی خیلی خیلی جالبه. یه بحث خیلی خوب داره که دوست داشتم در موردش یکم صحبت کنیم. این در مورد این مقاله در مورد دیجیتال ارزهایی که بیشتر کلاهبرداری هستن، بهشون میگن پامپ اند دامپ، صحبت کرده، رفته شناسایی کرده اون آدرس هایی که اینا رو تولید کردن و یه آماری برامون در آورده که الان جلوتر نمودارها رو نشونتون میدم. اول سه تا شاخص رو در نظر گرفته برای اینکه تشخیص بده، به دست بیاره این آدرس ها رو اول که این دیجیتال ارزها رو تولید کردن. اولینش این بوده که اول رفته دنبال اون آدرس هایی که خریدن و یک بار خریدن و یک بار فروختن همون دیجیتال ارز مشابه رو در عرض 5 دقیقه یا کمتر از 5 دقیقه. دومین شاخصش این بوده که تفاوت بین خرید و فروش کمتر از 1% باشه که اصلا هیچ توجیه اقتصادی نخواهد داشت همچین خرید و فروشی. و سومین شاخصش این بوده که حداقل 3 بار این آدرس ها این کار رو انجام داده باشه. و همینجور که میبینید اون پایین نمودارهایی بهمون داده که من میخوام مهمترین هاش رو براتون توضیح بدم. اینجا نشون میده مقداری که این دیجیتال ارزها معامله شدن داخل این سال 2024، از اول سال 2024 تا آخر سال 2024. همون جوری که میبینید داخل اپریل 2024 به 400 میلیون دلار رسیده این بازار دیجیتال ارزهایی که کلاهبرداری بوده. این پایین هم بهمون یه درصد خیلی جالب داده و گفته که 3.59 تقریبا 3.6 درصد کل دیجیتال ارزهایی که در سال 2024 تولید شدن از این دست دیجیتال ارزها بودن که صرفاً فقط برای کلاهبرداری بودن. این پامپ اند دامپ ها معمولاً دیجیتال ارزهایی به دیجیتال ارزهایی گفته میشن که شخص تولیدشون میکنه و ارائهشون میده داخل بازار و خودش اون اوایل میخره میفروشه و اون حجم معاملاتشو میبره بالا، به خاطر اینکه قیمت بره بالا و وقتی که قیمت رفت بالا همش رو یا بخش بزرگیش رو میفروشه در قیمت بالا و طبیعتاً بعد از اون معامله قیمت ها خیلی افت میکنه و اونایی که خریده بودن کاملا ضرر میکنه. اینجا به همون تعداد توکن هایی رو که در سال 2022 تا 2024 تولید شدن گفته. در ماه جولای 2024 ببینین 400,000 دیجیتال ارز به هدف کلاهبرداری تولید شده. اینا داخل بازار جهانی هست و خیلی عددهای بالایی، همونجوری که گفتم 3.6 درصد کل بازار بوده. و اینجا هم که اینجا رو خواستم نشونتون بدم که هر سال متاسفانه اینجا سال به سال مقایسه کرده تعداد این دیجیتال ارزها رو. در سال 2022 همون جوری که میبینید نزدیک 3% کل دیجیتال ارزها کلاهبرداری بوده و 2023 شده به 3.5 تقریبا و 2024 هم که یه مقداری مثل این که بیشتر شده. یه روند افزایشی رو میبینیم ما. پس باید حواسمون باشه داخل بازار که چه نوع دیجیتال ارزی رو ما داریم میخریم. باید یه دیجیتال ارزی رو پیدا کنیم برای معامله که یه شرکت خیلی خوبی ساپورت کنه این دیجیتال ارز رو. به عنوان مثال سولانا
که یه دیجیتال ارز معروف داخل بازار، 2 تا کمپانی ساپورت میکنن این سولانا رو، سولانا لبز و سولانا فاوندیشن. این سولانا لبز، این کاوفاندرش آقای آناتولی یالوونکو اگه اشتباه نکنم، و وقتی که میرین توی سایت این شرکت کاملا مشخص هدف شرکت چیه. هدفش اونجوری که من خوندم بهبود بخشیدن نتورک تکنولوژیه، و اگه برین توی دیتیل قشنگ متوجه میشین که چه کارهایی تا الان انجام داده و هدف اصلیش در آینده دور چیه، در آینده نزدیک چیه، و اعضای تیم رو میتونین ببینین. و اون سولانا فاوندیشن شرکت بعدی که داره این سولانا رو ساپورت میکنه، اون یه حالت چریتی خیریه است و فقط کمک میکنه به بقیه شرکت هایی که دارن کمک میکنن به سولانا اکوسیستم که بهبود ببخشنش. به نظر من یه دیجیتال ارزی رو باید معامله کنیم که حداقل 2 تا شرط رو حداقل داشته باشه. یکی این که اون تیمی که پشت سر اون دیجیتال ارزه و اون شرکتی رو که پشت سر اون دیجیتال ارز هست رو داره مدیریت میکنه کاملا مشخص باشه، واضح باشه، شما اعضای تیم رو ببینید، بشناسید، تجربه داشته باشند، آدمای مجربی باشند داخل کار خودشون. و هدف شرکت دومی اینه که هدف شرکت کاملا مشخص باشه، برنامه ریزی که دارن کاملا مشخص باشه، شما بتونین برین داخل سایت و ببینین که هدفشون چیه و چه جوری میخوان، چه برنامه‌ای دارن برای رسیدن به اون هدف. و میدونم که دیجیتال ارزهایی که معمولا خارج از کشور تولید میشن وایت پیپر دارن، یه چیزی به اسم وایت پیپر که قشنگ مشخص هدف، دوباره در مورد هدف این دیجیتال ارز، هدف اون شرکتی که داره ساپورت میکنه و این چیزا رو میتونین به واضحی بخونین و به دست بیارین اطلاعاتشو. امیدوارم که کمک شده باشه برای خریدن دیجیتال ارزها، چجوری تشخیص بدیم که چه نوع دیجیتال ارزی بهتره یا قابل اعتمادتره برای خرید. این تمام چیزی بود که میخواستم داخل این ویدیو براتون توضیح بدم. امیدوارم که کمک کرده باشه بهتون. خدا حافظتون.